سلمان رشدی در یکی از نوشته‌هایش میگوید: شما اعتقاد دارید که شیطان وجود دارد و وظیفه شیطان حیله و فریب انسان هاست. از کجا معلوم که شیطان پیامبران را فریب نداده باشد و خود را جای خدا معرفی نکرده باشد؟ بعد از هزاران سال مشاهده می‌کنیم که انسان‌ها به اسم دین کشتار می‌کنند، سنگسار می‌کنند و کل کره زمین را جنگ و نفرت فرا گرفته است. اگر خدا می‌خواست که انسان‌ها را هدایت کند، تنها با فرستادن یک راهنما به زمین می‌توانست صلح و آرامش را به ارمغان آورد. به راستی اینها کلام شیطان برای نفاق و نابودی نیست. در راه خدا جنگ کنید و اگر به دین شما روی نیاوردند بکشیدشان و مالک زنانشان در جنگ شوید. هر که با خدا نباشد گردنش را بزنید و انگشتانش را قطع کنید، دستها و پاهایش برخلاف جهت بریده شوند. زنانی که از شما نافرمانی دارند را با زدن تنبیه کنید و زنانی که به شما خیانت کرده اند را در زمین چال کنید و با سنگ آنقدر بزنید تا کشته شوند. مگر شما مسلمانان نمیگویید باید تعقل کرد؟ مگر لازمه تعقل شک و تردید نیست؟ پس چرا شک نمی کنید؟ میدانید چرا شک نمی کنید؟ چون شیطان در کتاب قرآنش گفته شک در دین از گناهان کبیره است.